تا توسط مویرک‌های زیر زبان حدوداً 30 ثانیه طول میکشه که جذب بدن بشه. سلام، این اولین ویدیویی که در اون راجع به محصولات سلامتی به طور تخصصی صحبت میشه. به امید سلامتی هر چه سریعتر شما عزیزانی که دیگه خسته شدید از دکتر رفتن و خوردن قرص و کپسول و داروهای شیمیایی که اینا متاسفانه درک ها رسوب میکنه و در طولانی مدت خدای نکرده باعث مسدود شدن رگ ها و سکته میشه. برای دیدن تمامی محصولات سلامتی شما میتونید به سایت bestvision یا royalinet.com مراجعه کنید. خب در ویدیوهای قبلی ژل رویال و ژل انکرومودوم رو براتون معرفی کردیم. ترکیب این دو تا ژل پایه همه ژل های محصولات سلامتیه که کامل ترین مکمل غذایی دنیاست و از طرف بستویژن نامگذاری شده به ژل هلسا. این ژل سرشار از آنتی اکسیدان ها و مواد عالیه، سرشار از آمینو اسیدهای ضروری و نمک های معدنی و حاوی پروبیوتیک مفید برای حفظ تعادل باکتری های مفید دستگاه گوارش. خب هلسا نامی کهن با ریشه های عمیق در فرهنگ و تاریخ به معنی زیبایی و درخت که در اساطیر اسکاندیناوی و آلبانی هلسا نمادی از زیبایی، جاودانگی، قدرت و شجاعت شناخته میشه. خب حالا که فهمیدیم ژل هلسا چه قابلیت هایی داره و فهمیدیم یک محصول ناب از کندو بدون هیچ افزودنی چه گیاهی و چه شیمیاییه، برای چه کسایی کاربرد داره، الان براتون برای بیمارانی که تیروئید دارن، سر دارن، آسم دارن، غلظت خون و کلسترول خون دارن، زخمای دیابتی دارن یا پوستشون چروکیده است یا غدد پانکراسشون انسولین تولید نمیکنه، برای بیمارانی که MS دارن یا ترشحات هورمون هاشون منظم نیست، توی عروقشون متاسفانه قند کریستال شده، آلزایمر دارن، مشکلات یائسگی و بعد از یائسگی دارن، پوک استخوان دارن، شیمی درمانی میشن، اضطراب دارن، کمخونی دارن و کم حافظه هستن، ژل هلسا براشون توصیه. ولی برای کودکان زیر 2 سال، خانم‌های باردار و شیرده، کسایی که از رقیق کننده های قوی مثل وارفارین استفاده میکنن، کسایی که پیوند اعضا دارن، پیوند اعضای بدن، توصیه نمیشه. خب نحوه مصرف این ژل بسیار ساده است. اول این ژل رو در فریزر قرار میدید تا به اصطلاح یکم خودش رو بگیره. صبح ناشتا 1 گرم، اندازه 1 گرم یا مثلا 1 نخود آب کشتی از اون رو با 1 قاشق چوبی یا پلاستیکی جدا میکنید و زیر زبان بزنید تا توسط مویرک‌های زیر زبان حدوداً 30 ثانیه طول میکشه که جذب بدن بشه و تا نیم ساعت بعد از مصرف این ژل هم چیزی میل نمی کنید و در طول روز مصرف آب بیشتر براتون توصیه میشه. خب دوستان، ما رو دنبال کنید انشالله تا ویدیوهای بعدی و محصولات جدیدی که براتون معرفی میکنیم و انشالله به سلامتی عمیق و ریشه دار برسید انشالله. خدا نگهدار.